متعال بلسان رسول گرامیش فرموده: یا ابن آدم خیری الیک نازل و شرک الی صاعد. ای بنی آدم، نیکی‌های من بر تو نازل می شود، ولی در عوض بدیهای تو به سوی من بالا می آید. وای بر تو شگفتها، ادعای بندگی خدا داری ولی غیر خدا را می پرستی. اگر به حقیقت خود را بنده خدا می دانی، هر آینه بدو می گروی و او را ولی و سرپرست خود قرار می دهی. مؤمن واقعی از پیروی نفس و شیطان، آرزوی بد و راست، شیطان نفس را ارزش قائل نمی شود تا او را پیروی کند و به دنیا اعتنایی ندارد تا در برابر آن ذلیل شود، بلکه دنیا را به دیده حقارت می نگرد و آخرت را می طلبد. هرگاه به مقصود نائل گردد، زخارف مادی دنیا را ترک می کند و به مولای حقیقی خود می پیوندد. در تمام اوقات با خلوص به بندگی می پردازد. گوش بر قول رب عز و جل دارد که می فرماید: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنوفا. شرک، خلق پرستی را از دل بیرون کن و به توحید ذات باری بپرداز. آفریدگار همه چیز و همه کس اوست، آفریدگار همه چیز و همه کس اوست و اختیار عموم در دست اوست. ای خواستار نعمت غیر از خدا، ای خواستار نعمت غیر از خدا، بدان که تو عاقل نیستی. آیا چیزی هست که در خزانه کبریایی الله وجود نداشته باشد تا از غیر بطلبی؟ قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. یا غلام، سپس در زیر ناودان قضا و قدر متکی به صبر، با موافقت رضای پروردگار و بندگی بگرایی و منتظر باش تا از فضل و برکات الهی آنچه که در خور توست ریزش کند. یا قوم، بیایید در پیشگاه قدس الهی در برابر مقدرات و خواسته های او فروتن باشیم. ظاهر و باطن خود را با موافقت و رضا با مقدر آراسته داریم
و در رکاب او رهسپار عالم رضا گردیم. چون مسلم است که فرستاده پادشاه را به خاطر بزرگی پادشاه گرامی می دارد، پس گرامی داشتی اقدار الهی بزرگ داشت خداست و وقتی چنین بودیم به قرب حق نائل خواهیم شد. هنالک الولایت لله الحق. چون بدین مرحله رسیدی از دریای علمش شراب گوار خواهی نوشید، از سفره فضلش نعمت روحانی خواهی خورد و به قرب او انس خواهی گرفت و پرده رحمتش بر تو کشیده می شود. اما اهل این مرحله از میان هزاران یکی است و از میان تمام قبایل و عشایر فردی. یا غلام، رعایت تقوا و رعایت حدود شرع و مخالفت نفس و آرزوهای شیطانی بر تو لازم است. از هوای نفس و دوستان ناباب پرهیز کن و بدان که مؤمن واقعی در این جدال سر خود را با کلاه خود ورع می پوشاند و شمشیر آخته خود را در نیام نمی کند و پشت آسب تحرک و تلاش خویش را از زین خالی نخواهد کرد و با تمام قوا برای مبارزه با نفس و جهاد با آن آمادگی دار. از ضروریات این مبارزه خوردن خود را، از ضروریات این مبارزه خوردن خوراک اندک سازگاری به گرسنگی، گفتار به هنگام ضرورت و به امر الهی سخن گفتن است. در دنیا به گونه باید متکلم بود که جوارح در آخرت به نطق و گویایی در می آیند. خدای تبارک و تعالی اگر بخواهد هر چیزی را به نطق در می آورد و برای جماعت اسباب و وسیله گویایی فراهم می کند. هر اراده‌ای بفرماید وسیله انجام آن را فراهم می آورد، به طوری که اراده فرموده بندگان خود را به وسیله بشارت و ترساندن از عذاب آخرت از ارتکاب بدیها باز دارد و به وسیله رسول این